خدمات علاقه تاجیکستان روز 26 مارس سال 2024 با نشر یک اظهارات ویژه سر و صداهای برخاسته درباره جاری شدن قاعده‌های نو علاقه و از این به بعد گوش کردن تمام صحبت‌های تلفنی از جانب مقامات خوانده شدن تمام پیامک‌ها را رد کرد و این آوازه‌ها را کار دست اشخاص و گروه منفعت‌خواه با مقصد به تهلکه انداختن جامعه نامید. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پیامک‌های پخش شدند که گویا بعد جنبه خونین در مسکو که با اتهام دست داشتن در آن زادگان تاجیکستان دستگیر شدند در تاجیکستان قاعده‌های نو علاقه جاری کرده شدند و گویا علاقه از 23 مارس مقامات نه فقط تمام زنگ‌ها و پیامک‌ها از طریق تلفن بلکه صحبت‌های مردم توسط مسنجرها را نیز زیر نظارت کامل می‌گیرند و همه را گوش می‌کنند. در اظهارات خدمات علاقه که در سامانه رسمی این دوره نشر شد در رابطه با این آوازه‌های پخش شده چنین گفته می‌شود: وابسته به خبری که در شبکه‌های اجتماعی دایر و قاعده‌های نو علاقه چرخ می‌زنند، خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آن را کاملا رد کرده به اساس می‌داند. در این خبر فیکی از ثبت همه زنگ‌های تلفنی، پیامک‌ها و زنگ‌های واتساپ و اینچنین مانیتورینگ توییتر و فیسبوک سخن می‌رود که کاملا بی اساس و گمراه کننده است. به معلومات شهروندان می‌رسانیم که از جانب خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری و اپراتوران علاقه برقی هیچ گونه قاعده نو جاری نشده، فعالیت ساحه علاقه در اساس قانونگذاری عمل کننده کشور به طور معمول ادامه می‌یابد. از این رو خدمات علاقه از تمام مشتریان اپراتوران علاقه موبیلی و کل شهروندان خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه‌های بر دروغ و فیکی باور نکنند. ما باور داریم که این گونه خبرها و آوازه‌های بر دروغ از جانب اشخاص و گروه‌های منفعت‌خواه با مقصد به تهلکه انداختن جامعه پهن کرده می‌شوند، تاکید شده است در بیانیه.